من مهدی کربلایی‌ام و با دانش آموزا و کتابام زندگی میکنم. پس خوش اومدین به کتابخانه عجایب. من بیمارم. من آدم بدسرشتی هستم. آدمی نفرت آورم. به گمانم کبدم بیمار است. هرچند از بیماریم هیچ نمیدانم و یقین ندارم که چه بیماری دارم. من در پی درمان نیستم و تا امروز هم تن به مداوا ندادم، هرچند طبیب‌ها را شایسته احترام می‌دانم. از اینها گذشته بی نهایت خرافاتی نیز هستم، یا دست کم به آن میزان که علم پزشکی را سزاوار تکریم بدانم. آنقدری سواد دارم که به خرافه پرستی نگروم و با خرافاتیم، اما بیمیلیم به درمان فقط از سر کینه توزی است. سخنانی که خوندم بخش یا جملات ابتدایی رمان یادداشت‌های زیرزمینی است. فئودور داستایوفسکی نویسنده بزرگ روس بود. آدم زیرزمینی یکی از جنجالی ترین تیپ ها و شخصیت های تاریخ ادبیات، ابزاری که داستایوفسکی استفاده میکنه برای نقد تندش به جامعه و جهان پیرامونش. رمان یادداشت‌های زیرزمینی بخش‌های متنوعی داره، اما اون چیزی که توی این رمان غالب هستش لحن اول شخصشه. در ادبیات به چنین سنتی میگن سنت هجوآمیز اول شخص که جاناتان سویفت جزو بنیانگذاران این سبک بوده، ولی رمان یادداشت‌های زیرزمینی به نوعی این سنت رو به کمال خودش میرسونه. در مرحله بعدی نویسنده های بزرگی مثل هرمان ملویل، جوزف کندرات از این سبک و سنت استفاده میکنن برای بیان نقدهای خودشون به اوضاع اجتماعی و به نوعی اندیشه اجتماع پیرامونشون. رمان یادداشت‌های زیرزمینی در واقع به گونه‌ای در حوزه فکری و فلسفی تعلق میگیره که بهش میگن وجودگرایی یا اگزیستانسیالیسم. به تعبیر والتر کافمان مانیفست اگزیستانسیالیست ها این کتابی که فیلسوفای وجودگرایی مثل نیچه، سارتر و غیره رو به شدت تحت تاثیر خودش قرار میده و از اون به بعد در ادبیات انسان زیرزمینی یک نماد میشه برای حمله به عقلانیت یا اون مدرنیته بیرحمانه‌ای که بر سر جوامع غربی میاد. البته باید در نظر بگیر زمانی که داستایوفسکی این کتابو داره مینویسه و منتشر میکنه، هنوز اون آسیب شناسی که تو آثار نویسنده های بعدی میبینیم در اروپا شکل نگرفته و به نوعی یادداشت‌های زیرزمینی به طرز شگفت آوری نقدی بر آینده است. در این کتاب شما با جملاتی روبرو میشین که شاید تقریبا 80 سال بعد از نگارش این رمان بشر در قالب جنگ‌های جهانی به خودش نشون میده، کشتار بیرحمانه‌ای که میکنه. رمان یادداشت‌های زیرزمینی سرشار از درونمایه‌های مهمه. از جمله یکی از کلیدی‌ترین درونمایه‌های این اثر اشاره به مفهوم پوچی و به نوعی نهیلیسمه که واژه پوچگرایی در روسیه با اون تعابیری که معمولا ما سراغ داریم و شنیدیم کاملا متفاوته و از یک سنت ادبی قدیمی تری میاد که بعداً حالا فرانسوی ها از این استفاده میکنن در قالب و بیان دیگه و انسان زیرزمینی داستایوفسکی به نوعی نماد این کتاب میشه. سراسر کتاب حمله مرد زیرزمینی هستش به ارزش‌های جامعه، ارزش‌هایی که عقلانیت اونها رو از بین برده و او اینجا میخواد بگه که آقا این عقلانیت صرف و کمال انسان نیست، بلکه اینجا پای چیزی تحت عنوان احساسات هم به میون میاد. رمان بسیار کم شخصیته. معمولا ما رمان‌های روسی رو با طوفانی از شخصیت‌ها و اسامی عجیب و غریب ببینیم، اما اینجا با تعداد کمی روبرو هستیم و خود مرد زیرزمینی به علاوه ارتباطش با حلقه دوستانش میشن به نوعی شخصیت‌های داستان.
خود کتاب وقتی مخاطب باز میکنه یا خواننده باز میکنه متوجه میشه که خود کتاب دو بخش داره. یه بخش اول داره تحت عنوان زیرزمین و یه بخش دوم داره به اسم در باب برف آبدار و در واقع در همین دو بخش این کتاب خلاصه میشه. برای کسانی که به داستایوفسکی علاقه دارن جالب بدونن که رمان یادداشت‌های زیرزمینی مرز بین دو دسته اثر داستایوفسکی، آثار ابتدایی این نویسنده و آثار پخته‌ترش که بعد از در واقع یادداشت‌های زیرزمینی که از شاهکاراش نوشته میشه به اسم جنایت و مکافات. کتابیه که برای پی بردن به مضامین کلیدی وجودگرایانه اندیشه داستایوفسکی بسیار لازم خوندنش. امیدوارم شما با دیدن این فیلم ترغیب و تشویق بشین به خوندن یادداشت‌های زیرزمینی و از خوندنش لذت ببرین، هرچند که اصلاً محتوای لذت بخشی نداره. ممنونم ازتون.